اگر راحت به آرامی و به سادگی بخواهم آنچه را در تو دوست دارم بیان کنم، از آزادی تو خواهم گفت. یعنی از آن جایی که در قلبت برای خودت هم غیر قابل پیش بینی می شدی. یعنی آنچه در قلبت برخلاف امیالی بود که دیگران نسبت به تو در سر می پروراندند. یعنی در نهایت عشق و هوشمندی تو. زیرا عشق واقعی، هوشمندی غریزی و زندگی تو هم با آزادی در وجود ما قلبی تپنده و پر انگیزه بر جای می‌گذارد. آنچه در مرگت نمی‌فهمم در زمان حیاتت هم نمی‌فهمیدم. مرگ زندگی را به سرنوشتی مشخص تبدیل نمی‌کند. مردن، بستن کتاب در صفحه آخرش به صورت متنی رمزگشایی شده نیست. حتی امروز هم نمی‌توانم تو را مگر سرکش، رها و با قلبی گریزان در نور تصور کنم. همیشه تو را دست نیافتنی می دانستم، حتی در نزدیکترین حالت. با علم به این مسئله دوستت داشتم. دور تا دورت پر از بچه، دوبار ازدواج، گرفتار 1000 رابطه. با این همه هرگز کسی را آزادتر از تو ندیدم. آزادتر، باهوشتر و دلسوزتر. زیرا هر سه واژه یکیست. زیرا هر کدام جدا از دو واژه دیگر سست، بی‌معنی و تهیست. خبر مرگ غیرقابل پیشبینی تو از هر طرف می رسد. اندک اندک و با ضربه های ناگهانی بر من آشکار می شود. هر بار گمان می کنم آن را شنیدم، به خاطر سپردم، درک کردم، اما نه. گویی به سفری خارج از کشور رفته ای بی آنکه نشانی از خود به جا بگذاری، ولی نامه می نویسی و چون در آنجا نه جوهر هست و نه کاغذ، پس برای نامه ها از هر چیزی بهره می گیری. عطر گلهایی که دوست داری، یاسمن کوهی یا بنفشه، امواج نور یا مثل امروز تصویر کوچه باغی در تلویزیون. نمیدانم چرا چنین تصویر بی اهمیتی مرا با مرگت رو در رو می کند. حتی درخت واقعی هم نبود، تنها چند نقطه رنگی بر صفحه تلویزیون. و مسئله همین جاست. دوباره فهمیدم که دیگر با هم به گردش نخواهیم رفت، که صدای باد از میان برگ‌های عقاقیا با صدای خنده‌ات ودا کرده است. هر روز به همین ترتیب باخبر می‌شوم. باید باور کرد که کم کم فراموش می‌کنم ما زنده ها در برابر مرگ شاگردهای بدی هستیم. روزها، هفته‌ها و ماه‌ها می‌گذرد و هنوز هم این درس روی تخت سیاه است.